سلام، خیلی خوش اومدین به یه قسمت دیگه. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از عجیبترین، عمیقترین و پرالتهابترین رابطه‌های تاریخ. رابطه‌ای که اصلاً مسیر ادبیات و عرفان رو زیر و رو کرد. قراره بریم به قلب یه داستان شگفت‌انگیز از دو تا آدم کاملاً متفاوت که وقتی مسیرشون به هم گره خورد، یه طوفان واقعی به پا شد. اما قبل از اینکه شیرجه بزنیم تو دل داستان، یه لحظه وقت بذارین و همین الان کانال فست بوک رو سابسکرایب کنین. با این کارتون بهمون انرژی میدین تا داستان‌های بی‌نظیر تاریخ و ادبیات رو براتون موشاکافی کنیم. چیزایی که واقعاً دنیای ما رو ساختن. پس اون دکمه سابسکرایب رو بزنین تا با کلی انرژی بریم سراغ ماجرای امروزمون. خب بیایم وارد داستان بشیم. ببینین، برای اینکه بفهمیم این ماجرا چقدر مهمه، باید اول سفر کنیم به قرن 13 میلادی. یه لحظه این دوران رو تصور کنین. واقعاً دنیا تو اون زمان یه هرج و مرج ترسناک بود. تو غرب جنگ‌های صلیبی داشت بیداد می‌کرد و همه جا خون و خونریزی بود. از اون طرف تو شرق ارتش چنگیزخان مغول مثل یک کابوس داشت جلو میومد و همه چیز رو با خاک یکسان می‌کرد. تو خود جامعه هم که نگم براتون، درگیری‌های مذهبی، حرص و طمع، کینه، توی همچین بلبشویی بشریت واقعاً به یه پیام انقلابی نیاز داشت. یه پیامی از جنس عشق و آرامش. حالا تو دل همین هرج و مرج میریم به شهر قونیه. اینجا به شخصیتی میرسیم که احتمالاً همه میشناسیمش، ولی نه به عنوان اون شاعر پرشوری که الان تو ذهنمونه. جلال الدین محمد مولوی تو اون زمان یه عالم، فقیه و دانشمند به شدت محترم بود. یه زندگی خیلی باثبات، شیک و پر از پرستیژ داشت. هزاران مرید داشت که اصلا براش سر و دست میشکستن و بهش میگفتن سرورمون. مردم قونیه اونو مثل یه چراغ راه میدیدن. خلاصه که تو اوج موفقیت و احترام بود. حالا نکته به شدت جالب اینجاست. یه تضاد عجیب و غریب بین دو تا آدم. یه طرف مولانا تو قونیه است، مستقر، با پرستیژ، مورد احترام همه. ولی با همه اینا یه خلأ بزرگ تو وجودش حس می‌کرد. انگار دنبال یه عشقی بود که تو کتابا پیدا نمی‌شد. از اون طرف شمس تبریزی رو داریم. یه درویش آواره و سرگردان، زبون تند و تیزی داشت، هیچ کدوم از هنجارهای جامعه براش مهم نبود و تو خلوت خودش یه سری تجربیات و شهود الهی عجیب داشت. واقعا آدم شاخ در میاره وقتی فکر میکنه چطور این دوتا دنیای کاملا متضاد قرار بود به هم برخورد کنن. بیاین یکم بیشتر بریم تو بحر شخصیت شمس. سال 639 هجری قمری توی کاروانسرا تو سمرقند پیداش میکنیم. شمس یه روح به شدت بیقرار داشت. طبق منابع از همون بچگی یه سری تجربیات ماورایی داشت و چیزایی رو درک میکرد که بقیه اصلاً نمیفهمیدن. همین انرژی عجیبش باعث شده بود که مسافر همیشگی باشه. همش در حال سفر بود. دنبال چی میگشت؟ دنبال یه همدم واقعی. یه نفر که ظرفیت اینو داشته باشه، حرفای دلش و اون رازهای پنهانش رو بفهمه. حالا بریم بغداد تا ببینیم شمس چقدر آدم نترس و رادیکالی بوده. اینجا با قاضی القضات شهر روبرو میشه. یه آدم فوق‌العاده ثروتمند و قدرتمند. قاضی غرق تو تجملات بود، لباسای ابریشمی، انگشترهای گرون قیمت، از اون آدمای پر ادعا. ولی شمس بدون ذره‌ای ترس از اون همه دبدبه و کبکبه، خیلی رک و راست میشوره میذارتش کنار و به چالش میکشدش. شمس اصلا تو قید و بند قدرت و ثروت نبود. اون فقط دنبال حقیقت ناب میگشت و ریاکاری رو تو هیچ مقامی تحمل نمیکرد. این تفاوت زمین تا آسمون این دو نفر ما رو میرسونه به یکی از قشنگترین استعاره هایی که تو متن‌ها اومده. گوش کنین. سنگی رو اگه توی رودخونه بندازی خیلی اتفاق خاصی نمیفته، ولی اگه همون سنگ رو توی یه برکه راکت بندازی همه چیز رو عوض میکنه. این جمله دقیقاً حال و روز اون زمانه. زندگی منظم و بی‌دردسر مولانا دقیقاً مثل همون برکه راکت بود. قشنگ بود، آروم بود، ولی برای به جوش و خروش افتادن منتظر یه تلنگر اساسی بود. وقتی عشق، یعنی همون سنگی که شمس پرتاب کرد، به اون آبهای آروم زندگی مولانا میخوره، اون آرامش ظاهری کلاً پودر میشه. برخورد سنگ موجهایی درست میکنه که لایه لایه تو کل آب پخش میشن. این تلاطم نظم قبلی رو به هم میریزه تا یه چیز کاملاً جدید و بی‌نظیر خلق کنه. اون برکه وقتی از اعماق تکون میخوره دیگه محاله بتونه مثل قبلش بمونه. و این دقیقاً همون اتفاق بمبیه که تو سال 1244 میلادی رخ داد. لحظه برخورد دو تا اقیانوس، ملاقات طوفانی شمس تبریزی و جلال الدین محمد مولوی. تو تاریخ این دیدار رو یه آشنایی ساده نمیدونن، میگن دو تا دریای خروشان به هم وصل شدن.
شمس با اون لباسای کنه و زبون تندش شد آینه الهی و معلم مولانا. این برخورد همون نقطه بی‌بازگشتی بود که زندگی هر جفتشون رو از این رو به اون رو کرد. بیایید ببینیم این ماجرا چطور قدم به قدم پیش رفت و چطور زندگی مولانا رو زیر و رو کرد. مرحله اول، همون جرقه اولیه و بعدش انزوای کامل مولاناست. یعنی چنان محو شمس شد که کلاً درس و وعظ رو ول کرد و ماها توی اتاق با شمس نشست به حرف زدن. مرحله دوم شروع حسادت‌ها بود. مریدای مولانا که اصلا نمیفهمیدن چه خبره شروع کردن به کینه‌توزی و تهمت زدن. و مرحله سوم خب همون جدایی تلخ و غم‌انگیز بود. ببینین واکنش مردم و شاگردای مولانا واقعاً تند و خشن بود. فکرشو بکنین، اونا سالها مولانا رو یه عالم باوقار و دست نیافتنی میدیدن. حالا میدیدن سرورشون تمام وقتش رو با یه درویشی میگذرونه که از نظر اونا هیچ جایگاهی نداشت. چون نمیتونستن این پیوند عمیق رو درک کنن، افتادن به توطئه کردن. شمس رو مسخره میکردن، بهش تهمت میزدن و از روی نادونی بهش میگفتن جادوگر. میگفتن این مرد ذهن سرور ما رو تسخیر کرده. هر روز همین آتیش کینه تندتر میشد. اما متاسفانه این ارتباط رویایی قرار نبود پایان خوشی داشته باشه. بعد از فقط 3 سال رفاقت عمیق، اون حسادت کور جامعه کار دستشون داد. تهمت‌های کفر و افتراها دیگه به اوج خودش رسید. کار به جایی رسید که نزدیکترین آدمای مولانا بهش پشت کردن و یهو شمس تبریزی توی غبار تاریک و خشونت‌آمیز برای همیشه ناپدید شد. شواهد خیلی زیادی نشون میده که شمس در واقع توسط همون مخالفا و حسوداش کشته شده. پس اصل ماجرا اینجاست. اون غم وحشتناک، اون اندوهی که از ناپدید شدن و کشته شدن شمس به جون مولانا افتاد، نقطه پایان نبود، تازه نقطه تولدش بود. این درد دوری اون عالم خشک و محتاط رو تو خودش ذوب کرد و از توش یه شاعر بیقرار کشید بیرون، یه عاشق سینه چاک که پایه‌گذار رقص سماع شد. از دست دادن شمس چشمه‌های شعر رو تو وجود مولانا منفجر کرد و اونو تبدیل کرد به همون شاعر جاودانه‌ای که امروز بعد از 800 سال هنوز کلماتش داره تو قلب ما میرقصه. و داستان امروز ما رو با یه سوال خیلی مهم و تأمل برانگیز تنها میذاره. واقعا اگه اون تراژدی تلخ نبود، اگه اون حسادت‌ها و از دست دادن دردناک شمس اتفاق نمیافتاد، آیا دنیا هیچ وقت طعم اون اشعار شیرین و غزل‌های دیوانه کننده مولانا رو میچشید؟ بعضی وقتا بزرگترین گنجینه‌های ما آدم‌ها دقیقاً از تو دل بزرگترین دردها و فقدان‌ها به دنیا میان. خیلی ممنونم که تو این ماجراجویی همراه من بودین. یادتون نره برای حمایت از ما حتما کانال فستبوک رو سابسکرایب کنین تا بازم با هم داستان‌های شگفت‌انگیز رو کشف کنیم. تا قسمت بعد ذهنتون رو باز و قلبتون رو جستجوگر نگه دارین.